کله و پاچه است. این طرف کله است، این طرف هم پاچه و جگر و همین چیزا. دیگه این بازار خوب نام داره دوستان عزیز. این پاچه های تازه و جگر و همین چیزای تازه خوب نام داره و مردم اینجا زیادتر میشناسه. این طرفش ماهی فروشی هست دوستان عزیز که ماهی فروشیش هم این انواع خرماز دوستان عزیز که هر رقم خرمایی که بخواین اینجا هست. البته خود خرما فروشی هم دوستان عزیز کوچه داره در مندهی که کجا خرما دیگه باز بسیار تازه و خوبش و مزه داره است. این دوستان عزیز پل خشتی شهر کابل است. دکان از شرکت سیاتی مارکت حیدری هست. اینی هم دوستان عزیز سرای شهزاده شهر کابل میشه که در تصویر میبینین سرای شهزاده است. رود نصارای تک تک شما عزیزان انشالله که خوب و صحتمند باشین. بیننده های همیشگی کانال افغان سریز یا یوتیوب کانال افغان سریز. دوستان نهایت گرامی از فروشگاه کابل کم کم میبریم بیک. اول این بازار پاچه فروشی رو نشانتون بودم. پاچه و کله رو باز دور میخوریم بیاریم طرف پل خشتی دوستان عزیز. ببینید این بازار کله و پاچه است. این طرف کله است، این طرف هم پاچه و جگر و همین چیزا. دیگه این بازار خوب نام داره دوستان عزیز. این پاچه های تازه و جگر و همین چیزای تازه خوب نام داره و مردم اینجا زیادتر میشناسه. این طرفش ماهی فروشی هست دوستان عزیز که ماهی فروشیش هم خوب نام داره و مردم زیاد میشناسن. این طرف دوستان عزیز جاده نورپشون شهر کابل است. ما این طرف نمیریم، میریم به طرف پل خشتی شهر کابل. پل خشتی دوستان عزیز پایینش براتون نشان دادم. خود پل خشتی هم دیدیم چندین بار. حالا میخوایم به طرف بالا بریم، به طرف فروشگاه دوباره کم کم بریم. منظور از این که میخوایم از همین طرف که چی بود اسمش یادم رفت، مارکت صرافی ها قرار داره، همون سرای شهزاده. از دو طرف دیدن داشته باشیم و بریم ببینیم. اون طرف هم خوب بیربار می داشته باشه و خوب جمع جوش داره این وقت. میگم میریم هم تو دوستان از پیش. این طرف هم کراچی هاست. این از این طرف اکش میریم دوستان عزیز جره ببینین. این انواع خرماز دوستان عزیز که هر رقم خرمایی که بخواین اینجا هست. البته خود خرما فروشی هم دوستان عزیز کوچه داره در مندهی که کجا خرما دیگه باز بسیار تازه و خوبش و مزه داره است. این دوستان عزیز پل خشتی شهر کابل است. راه مخترو نداره دوستان عزیزی بخش و زیر زمینی هایش هم هنوز فال نشده. نه وقتای نزدیک دیگه باید فال شود طبق گفته مسئولین. این طرف بیم دوستان عزیز. اینی هم دوستان عزیز مزیت پل خشتی است که پشت از این درخت های بزرگ ناجو پنهان شده. این طرف هم دوستان عزیز مربوط کم کم باز فروشگاه میشه. بیشتر بریم مال اینجا پل خشتی است، بیشتر بریم باز فروشگاه. ترانه ماندن دوستان عزیز در اسپیکر. چه قسم بیربار از دوستان عزیز، چه حال است این بخش. این طرف ببینین. این بخش هم دوستان عزیز همه چیز هست، از لیلامی گرفته تا خوراک و خوراکه و همه چیز دیگه دوستان عزیز، از جراب و بود چرو تا بولانی و انگشتر و همه چیز دیگه دوستان عزیز. بازارهای
همه چیز است. میشه بیادر ما را پیش روی ماست. بیادر من برای این طرف هم امتاز مادران گرامی هستند که ما ازشون کم کم بگذاریم. دوستان عزیز سرک یک ذره فرصت میشه اما قدر نی. اینی هم دیگه دوستان عزیز شرکت سیاحتی سیلاب نادری است اما ملکی تجارتی برادران حیدری است. منظور از این که او دکان از شرکت سیاحتی مارکت حیدری هست. اینی هم دوستان عزیز سرای شهزاده شهر کابل میشه که در تصویر میبینین سرای شهزاده است. بیربار که میبینین بیربار سرای شهزاده شهر کابل است. سرای شهزاده دوستان عزیز در تصویر هم قسمت میبینین نقشه سرای شهزاده که فعلا دوستان عزیز یه مزدور است به خاطر نان چاشت و نماز چاشت. طرف هم دست فروش ها هستن. این پوخانگه ها رو ببینید دوستان عزیز. سابق که بود دو جال یک بود باز ما او رو میگرفتیم در مای ظرفشویی میزنیم. مای ظرفشویی غلیظ‌تر البته یک ذره باز او رو پف میکردیم. حالا این کار که بجای ما پف کنیم تفنگچک ها آمده و انجام میده. بسیار جالب بود. یادتان است دوستان عزیز او قوطی ها و چیزایی را که پف میکردیم من اسمش یادم نیست. یک اسمه که بسیار جالب داشت. شما اگر یادتان است دوستان عزیز در کامنت ها بنویسین و بگوین چی خاطره ها دارین از این اسباب بازی. این اسباب بازی دوستان عزیز که مورد علاقه ترین اسباب بازی ها بود. خصوصا دخترکای خرد بسیار دوست داشتن این اسباب بازی را. دوستان عزیز که پیش ما تربوز رو ببینید دوستان عزیز. تربوز نی آماده خوردن است. این فقط توتا میکنن در سر یخ میمونن که همون تو یخ مشتری میایه و باز با مو اندازه که ضرورت دارم در سر کراچی میشه برش توتا میکنه در بشقاب میته و میگی بخو پیسیش تاویل کو برو دیگه. یگان وقت بسیار دوستان عزیز آدم حواس چیزا رو میکنه. مثلا سر بهار وقتی که وقت رواش باشه یا غوره باز اونجا پوست کردگی توتا کردگی می باشه نمک هم می باشه باز میخرن اونجا جا به جای میخورن چون که نمیال دمیشار دوستان عزیز مردم که میگردن هفته و از تشنه میشن یا که حواس از این چیزای سرد میکنن دیگه. باز مردم هم دیگه میبینن که وقتش هست میگن بیا دیگه که ببینیم وقتش هست از می چیزا استفاده کنیم همون تا آماده و تیار. طرف دوستان عزیز که گذاشتیم تلفروشی ها بود و اینجا دوستان عزیز ساعت فروشی ها هست. دست فروشی هاست دوستان عزیز. لوازم آشپزخانه هست قسمی در تصویر میبینین. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی. همگیتون به الله متعال میسپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین و در کانال الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان. ترمز تبیر باز